بینندگان نهایت عزیز، درود بر شما. در برنامه دوم هستیم از سلسله بحث هایی که ما چگونه میتونیم یک جامعه سالم داشته باشیم و ای که نواقص جامعه خود بشناسیم و بعد از او در راستای شناخت این نواقص ما بگیریم در پی بازسازی، ترمیم، اصلاح و نوآوری و ای که چگونه یک جامعه سالم هست و چگونه جامعه سالم از ساخته میتونیم در این راستا صحبت بکنیم. در برنامه پیشتر که عنوانش بود بنیادهای اساسی در شخصیت انسان، ما به دو مسئله اشاره کردیم. یکی مسئله فطرت انسان بود که انسان با یک فطرت پاک و بی‌آلایش و با استعدادهای بالقوه که بتونه استعدادها را بعداً در طول زندگی به فعلیت برسانه و شخصیت واقعی اکتسابی خود به دست بیاره، ما سر از او اشاره کردیم و مثال زدیم که در زندگی حرکات و سکنات و روش زندگی اطفال وقتی که نگاه بکنیم ما به وضوح میبینیم که فطرت پاک داره، سرشت پاک داره، جز خوبی ها چیز دیگر نمیشناسه و برش کاملا یک کار غلط، یک کار غیر معمول و یک کار نادرست به نظرش میرسه. همچنین استعدادهای قابل پیشرفت داره و قابل یادگیری داره. ما بعدا اشاره کردیم که تربیت چه رول داره وقتی که انسان به سوی سنین بزرگتر میرسه، با سوالاتی که برش مطرح میشه در هر مسئله سوالای مورد نظر خود برای تکمیل توانمندی های آگاهیش از امور زندگی و پدیده های طبیعی کوشش میکنه که او توانمندی خود به دست بیاره و او خلاهای عدم آگاهی خود پر بکنه و یک ذخیره علمی برای خود بسازه. همینطور ای که ارزش تربیت و رول تربیت چقدر مهم است در زندگی انسان ها هم اشاره شد. حالا میپردازیم به ای که بعد از اینکه به سنین نوجوانی میرسه ای متوجه خود ارادیت خود میشه، متوجه نیروی دیگه که تعقل از او هست و او ارزیابی میکنه که همه یافته های علمی از طریق پدر و مادر، از طریق مدرسه و مکتب، از طریق جامعه وقتی برش رسیده و یاد گرفته و آموخته و سرمشق خود قرار داده یا سرمشق خود قرار نداده، هنوز این مسائل در فکر خود و در ذهن خود مورد ارزیابی قرار میده که کدامش مثلا درست است، کدامش نادرست است، کدامش درست‌تر است و کدامش مفیدتر است. در اینجا وقتی که متوجه میشه که اعمال خود انجام میده و هر کاری که مثلا ذهنش یا فکرش برش راهنمایی میکنه یا پدر و مادرش راهنمایی یا جامعه از اون میخواه، این افکار میبینه که به اراده خود ایره انجام میده و میتونه که ایره تا حدودی تغییر بده، میتونه تا حدودی مثلا نافرمانی بکنه، میتونه راه دیگه رو برگزینه، میتونه درست و نادرستش بشناسه. این دوتا مسئله که در فطرت ازی هست، خود ارادیت و نیروی تعقل. هر قدر که از وابستگی فامیل، وابستگی جامعه، وابستگی های اقتصادی و مسائل دیگه
دور میشه و متکی به خود میشه، میبینه که من واقعا کارهای خودم انجام داده میتونم، میبینه که واقعا من توانمندی از این دارم که کار را انجام بدم و کار را انجام نتونم و این تصمیم آزاد خود که بعدها شخصیت واقعی از انسان میسازه این را در وجود خود درک میکنه. بعد میبینیم که در تفکیک موضوعات این آدم از او آموخته های خود، اگر او را جامعه یا پدر و مادر یا مکتب و مدرسه از این نیروی عظیم خود ارادیت و نیروی عظیم تعقل منع نکرده باشند و یا با بدآموزی او را طوری تربیت نکرده باشند که گویا عقل تو بی اعتبار است و گویا تو از خود اراده نداری، چیزی نیستی، کسی نیستی و تو مثل یک پرکاه در برابر سرنوشت قرار داری. او وقتی که این موانع برش نباشه میبینیم که چقدر از نیروی اراده شخصی و آزاد خود استفاده میکنه و چقدر در سطح بزرگتر از نیروی خرد و تعقل خود استفاده میکنه. این پرابلم زمانی ایجاد میشه که در فرهنگ و کلتور یک نوع کجفهمی، یک نوع به اصطلاح تعلیمات نادرست و نابجا رهزنی میکنن از لحاظ فکری ای آدم. وقتی که این جوانها را رهزنی کردن از لحاظ فکری و ذهنی، به این معنا که تو قابل از این نیستی که در موضوعات مهم تفکر بکنی و تعقل به خرج بدی و تصمیم بگیری، به این لحاظ تو شخصی هستی که محکوم سرنوشت هستی، شخصی هستی که از خودت توانمندی اجرای کار یا فهم کار نداری و به این لحاظ این آدم راهش زده میره، یک آدم راکد، یک آدم خمود و جمود بار می آید توسط ظلم فرهنگی و فکری جامعه. بعد اگر این دروازه برش گشوده شد از طریق فامیلش یا از طرف جامعه و سیاست مدارای جامعه و مربیای جامعه، این آدم میتونه صاحب افکار جدید، صاحب بینش‌های جدید، صاحب اختراعات، اکتشافات و صاحب فهم عالی و صاحب گشایش درهای بسته از طبیعت یا از زندگی مردم یا او ناشناخته ها را شناساندن، به این درجه از کمال این آهسته آهسته رسیده میتونه. زمانی که از این مرحله هم انسان گذشت، این در سنین بالاتر از 20 که از وابستگی های اقتصادی هم جدا میشه و از وابستگی های فکری هم به اساس او خردورزی که پیدا میکنه آزاد میشه و به خود متکی میشه. این آدم یک راه شخصی زندگی خود برنامه ریزی کرده میتونه و انتخاب کرده میتونه. این آدم تصمیم میگیره در این سنین که من چطور میتونم مؤثر باشم، چطور میتونم فرد لایقی باشم یا چطور میتونم من خود اینطور مستعد بسازم که در اجتماع صاحب خدمت شده بتونم و در را بگشایم بر روی کسانی که حتی اونا ناتوان هستن و اونا نارس هستن و بتونم به او جامعه خدمت کنم از لحاظ ازی که نجات پیدا کنه از بدبختی ها، سر از این مسائل، سر مسائل سیاسی فکر بکنه، سر مسائل بزرگ اقتصادی فکر بکنه، سر مسائل ارتباطات فرهنگی و کلتوری و بر
بررسی افکار اینا فکر بکنه. این مرحله است که انسان وقت خودش به تشخیص خودش راه زندگیش انتخاب بکنه در تعاملات اجتماعی و در تعاملات اقتصادی و سیاسی جامعه خودش میتونه خود شخص واقعا مؤثر بسازه که به درد بخور عموم باشه و همچنین خودش از ناتوانی و احتیاجی خود نجات بده و به فامیل خود هم و به جامعه خود هم و به عموم بشریت. حتی انسان میتونه در پهنه هستی موجود ماندگار و موجود مؤثر و موجود تکامل دهنده بخش های از امور طبیعی و هستی قرار بگیره. انسان همونطور گفتیم در فطرت خود پاک، بزرگ و در دارای استعدادهای خیلی خیلی بزرگ هست که اگر استعدادهای 1% از انسانها و کاملا به فعلیت برسه، ما جامعه حتی پیشرفته تر و بهتر و خوبتر از جامعه فعلی که قرن 21 است میتونستیم داشته باشیم. وقتی این انسان میبینیم که هم به تعقل و خود ارادیت رسید و هم تونست که از تعالیم خوب و سودمند بهره‌مند شود، وقت راه شخصی زندگی خود برگزید و برنامه‌ریزی کرد که مثلا در بقیه سالهای عمرش که باقی مانده رو به پیش است چی کارها و چی برنامه‌هایی را که مثمر ثمر باشه این آدم پیریزی بکنه و پیش ببره تا فرد مهم و لایق شود و مثمر ثمر شود به عموم جامعه. این آدم در این زمان که راه شخصی خودم انتخاب کرد، این میتونه او شخصیت واقعی اکتسابی خود به دست بیاره. شخصیت اکتسابی اوست که به اراده خودش، به تعقل خودش، به انتخاب خودش به دست میاره. یک نفر میخواد که سیاستمدار خوب شود، یک نفر میخواد فیلسوف خوب شود، یک نفر میخواد که یک دکتر، یک مهندس خوب شود، یک نفر میخواد که مثلا از لحاظ خدمات اجتماعی چی بنیادهای را اساس بگذاره. یک نفر تصمیم میگیره انتخاب میکنه که شخصیت خود چی قسم جور بکنه که از لحاظ مالی و اقتصادی پیشرفت بکنه و بدون اساس گذار کار و شغل برای دیگران شود. در جوامع پیشرفته شخصیت هایی که اینا کار آفرین هستند و شرکت ها دایر میکنن و کمپانی ها میسازن و هزاران نفر اینا یا صدها نفر استخدام میکنن، برشان زمینه شغل و کار مناسب ایجاد میکنن. بسیار انسان های با ارزش هستن و بسیار انسان های مورد احترام هستن. کسی اینا به اینا اعتراض نمیکنه که تو حریص هستی، تو دنیا طلب هستی، تو چی هستی. اینا را ارزش قائل میشن و اهمیت میدن و واقعا هم اهمیت دارن. کسانی که میتونن 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر راه و وسیله کار و زندگی برشان فراهم کنه، واقعا انسان‌های با ارزش هستن، واقعا انسان‌های پیشرفته هستن. اینجاست که می‌بینیم که یک تعداد صنعتگر میشن، از لحاظ صنعت و تکنولوژی خود به جاهای بزرگ میرسانن، میتونن امراض کشف کنن، میتونن مثلا مواد طبیعی مفید کشف بکنن، میتونن به محیط زیست اینا مؤثر واقع شوند، میتونن در یک عرصه سیاسی اینا قوانین و مقررات بزرگتر و بهتر و مفیدتر را اینا ارائه کنن و پیگیری کنن و اجرا کنن و یک کشور اداره کنن و یک
بخش از یک کشور اداره کنن به صورت مفید و مؤثر. اینها شخصیت هایی است که بعد از این مراحل دیگر او حقیقت وجود خودش شناختن و او استعدادهایی که واقعا باید او راستا کار کنن، اینها ایره میگن شخصیت اکتسابی، شخصیتی که کسب میشه به وسیله خود ما. این بالاتر از او استعدادها و توانمندی‌های فطری است که به صورت طبیعی در خلقت و سرشت ما گذاشته شده. این در حقیقت پرورش دادن اون استعداد هاست، به فعلیت رساندن امو استعداد هاست و این انسان ها وقتی که به این درجه میرسن، اینا در حقیقت به یک آزادی و به یک خردورزی و به یک ذهن آزاد توجه کردن و رسیدن و خود از اسارت های فکری بازدارنده اینا نجات دادن. اینجاست که این شخصیت اکتسابی ارزش و مقامش هم پیش خداوند آفریدگار انسان بالاست و والاست و هم پیش جامعه و هم از لحاظ اقناع فکری و ذهنی و او خواستها و تمایلات فطری پاک یک انسان که ما به این درجه رسیدیم، خود رساندیم و مؤثر واقع شدیم. از این لحاظ هم این به یک آرامش فکری و روحی است که دیگرها او آرامش فکری و روحی را نمی داشته باشند و نمیتونن داشته باشند، برای که اینقدر کار نکردن سر خود. اینجاست که انسان برای از که واقعا یک شخصیت اکتسابی خود به یک درجه بالا برسانه، این به دست خودش است و با ارزیابی که چه قسم موانع طبیعی، موانع مثلا اجتماعی، موانع سیاسی و موانع اقتصادی و موانع فکری و ذهنی که از همش بدتر است، این موانع را از سر راه خود موفق میشه که برداره و بعد از او شخصیت واقعی خود بسازه. ما معمولا شنیدیم که انسان میگن اشرف مخلوقات است. به عقیده من انسان اشرف مخلوقات نیست، به خاطر از اینکه انسان در ابتدای خلقت استعدادهای کافی داره، برتر است از سایر مخلوقات. من همونطور که گفتم استعدادهای فطری که در سرشت ما هست، توانمندی‌هایی که در فطرت ما هست، در ابتدای خلقت ما و به دیگه گذاشته، او توانمندی‌ها مثل اراده آزاد، مثل تفکر، مثل تعقل، مثل یادگیری و احساسات پاک و او لوح سفید و پاکی که در مغز و ذهن ما قرار داره و او باید از چیزهای خوب و از دانش پر شود. این استعدادها در دیگه موجودات، در حیوانات و سایر پدیده‌های خلقت یا پدیده‌های هستی یا پدیده‌های طبیعی می‌بینیم که هیچ چیز کمتر است و اونا ناتوانتر هستند. به این لحاظ انسان هم میتونیم بگیم که کاملترین مخلوقات است، اکمل مخلوقات است، به خاطر از اینکه هیچ حیوانی را نمیبینیم که به اندازه انسان ذهن داشته باشه یا مثلا اراده آزاد داشته باشه یا نیروی قدرت تفکر و تعقلش به اندازه انسان باشه. نیست. حیوانات یا زنده‌جان‌های دیگه اینا خصوصیات دارن ولی این خصوصیات بارز انسان ندارن. از این لحاظ انسان یا کم دارن، میتونن قدر تفکر بکنن، اگه انتخاب بکنن بین از این سبزه را که بخورن و سبزه دیگر را نخورن، یا این شکار که میکنن مثلا به چی شکل فکر میکنن که چه قسم مخفی شون و دفعتاً مثلا حمله کنن یا یک کاری بکنن که با موفقیت انجام بیافته، چه قسم خود از شر مثلا رقبای خود، از شر مثلا حیوانات قویتر خود نجات بتن، حفظ بکنه. یک سلسله توانمندی های فکری و ذهنی و تعقل هم حتی در وجودشان هست، اما این به اندازه انسان نیست. هیچ حیوانی را شما ندیدین که از
تعقل و تفکر خود استفاده بکنه و برای خود یک خانه بسازه، مغایر از خانه که مثلا لانه که قرنها پس یکی دیگه اجدادش می ساختن. به این لحاظ قدرت نوآوری ندارن، قدرت تغییر ندارن، قدرت ساخت و ساز ندارن. این است که انسان وقتی که میبینیم شخصیتش از لحاظ فطری و امکانات و استعدادهایی که در سرشت از او هست، این یک حیوان کاملتر از بقیه است. اما اشرف مخلوقات نیست. اشرف مخلوقات صفت اکتسابی انسان است. انسانی که به مدارج عالی از خوبی و از مؤثر بودن و از آگاه بودن و از فایده رساندن به بقیه و از درد را دوا کردن و راه را گشودن و در مدارج علمی رسیدن و از مدارج علمی به نفع عموم جامعه و به نفع تمام پدیده‌های طبیعی و محیط زندگی استفاده کردن و خوب بودن و خوب شدن، این شخصیت اکتسابی انسان است. و با شخصیت خوب اکتسابی خود یک انسان یا عموم انسان ها که به این مدارج میرسن، هر کسی که خود به این مدارج رسانده میتونه میشه اشرف مخلوقات. یعنی برتریش نه یکی از تمام انسان ها بهتر باشه، بلکه به نوع انسان بودن از بقیه حیوانات و بقیه پدیده های خلقت اشرف می باشه. یعنی شرافت خدا به دست میاره، شرافتش به دست میاره، بزرگیش به دست میاره، فضیلت و برتریش کسب میشه با پرورش استعدادهای بالقوه‌ای که در وجود خود انسان است. نمیتونیم ما هر انسانی را اشرف مخلوقات بگوییم، امکان نداره. و ما میبینیم که انسان‌های خوب هم بسیار زیاد هستند که واقعا انسان خوبی میکنن به جامعه، خوبی میکنن به هم نوع خود، خوبی میکنن به وطن خود، به جامعه خود، خوبی میکنن به سایر انسان ها، تعصب ندارن، بدبینی ندارن، خوبی ها را در وجود خود جمع میکنن و افتخار میکنن و خوشحال هستن از لحاظ روحی و قلبی به ای که انسان مفید و مؤثری باشه. انسان خوب بودن هم مثل یک مجسمه خوبی که در یک گوشه بشانیم هم به درد نمیخوره. انسان خوب بودن باید خوبیش، مؤثر بودنش نسبت به سایر انسان ها، نسبت به حیوانات، نسبت به نباتات، نسبت به محیط زندگی، نسبت به نوآوری، نسبت به کار خوب انجام دادن و مفید بودن، این برتری های خدا باید، فضایل خدا باید به دست بیاره و وقتی به دست آورد میتونه بگه یکی از اشخاصی است که میتونه اشرف مخلوقات باشه و مقام اشرف مخلوقات بودن برسه. البته در این قسمت ها که بعداً صحبت های بیشتر خواهد کردیم و اویی که چگونه در فرهنگ و کلتور ما متاسفانه جلوی اینمی 5 موردی که ما تشریح دادیم به صورت خلاصه گرفته شده و این همین اساسات و بنیادهای اساسی که شخصیت انسان میسازه، یعنی انسان خوبی میسازه، انسان که از مرحله کامل بودن یک موجود به مرحله اشرف مخلوق بودن یک موجود میرسه و میتونه جامعه خود خوب بسازه، میتونه کشور خود خوب بسازه. چرا از این ما محروم شدیم یا کمتر توجه شده یا
دور نگه داشته شدیم آموزه هایی است در فرهنگ ما که متاسفانه باید به اونا بپردازیم و اگر پرداختیم و شناختیم این آموزه ها را که چگونه ما اونطور انسان هایی که جامعه مطلوبی ساخته بتانه و انسان هایی که بتانه در سیاست، در حقوق، در تربیت اجتماعی، در روابط اجتماعی خود سالم مانند یک انسان آگاه و با فضیلت عمل بکنه و بعد از این انسان‌های آگاه و با فضیلت بشه یک مدینه فاضله به اصطلاح و یا یک جامعه مطلوب و خوب و شایسته انسان به وجود بیاید. چرا نشده؟ این جواب عزیز که جواب همون سوال است که ما ملت چرا به این بدبختی ها گرفتار هستیم و چرا گرفتاری های خود پاک کردن نمیتونیم و چرا همواره بدبختی هایی که به سر ما میایه و مدت را میگذرانیم و این بدبختی ها تکرار شده میره. هر کس که میایه یک راه را نشان میده با دلسوزی، با خوبی یا با نظر نیک هم اگر باشه میبینیم که باز هم ما یک مرحله بسیار کوتاهی را میگذرانیم و بعد به همون مرض دچار میشیم و همون مرض خوره اجتماعی جامعه ما را مانند یک مرض خوره میخورم و واقعا تضعیف میکنن نیروهایش. ببینیم باز دوباره ما به همون دچار میشیم و هی تکرار مکررات است. اینجاست که ما ریشه و اساس همون که چرا و چگونه ما یک قسم تربیت شدیم و چگونه بار آمدیم امیر نمیشناسیم و ممکنه هم بسیار سخت باشه که واقعا اول ما اهل علم و قلم خود، اهل دانش خود ما متوجه این نکات برسیم. یک آدم از بسیار دانش زیاد داره، بسیار کتاب خوانده، بسیار پروفسوری و مثلا مدارک عالی به دست آورده، ولی در توجه به این مطلب که ما ریشه از این مشکلات ما چی است کمتر صورت گرفته یا وقت نداشتن یا گمان کردن که همیشه ما از جاهای دیگه یا فریب ذهنی خوردن که علت مشکلات خود جاهای دیگه بدانن که ما به هم توجه خواهد کردیم و به این شکل است که ما میتونیم به جواب سوال خود برسیم و بد آموزی هایی که شده و ما را به این روزگار رسانده در این راستا هم ما صحبت خواهد کردیم. اگر احیانا دوستا سوال برشان پیش میاد در مسائل میتونن از طریق مسنجر یا از طریق واتساپ بنویسن یا صدای خود ثبت کنن بگذارن. من در برنامه بعدی اونا رو مطالعه کرده جواب که مناسب باشه و مفید باشه و به واقعیت نزدیکتر باشه برشان ارائه خواهد کردم. فعلا با پوزش از این که وقت گذاشتین و گوش کردین و این مطالب شنیدین، امیدوار هستم که حداقل یک تعداد ولو کمتر هم باشه این سلسله گفتارها را پیش ببره و ببینه که در نهایت ما واقعا چی کمبودی داریم و چی کارها رو باید بکنیم و زحمات خودشان مخلصانه در این راستاها میکشن برای بهبود جامعه خود. هم راه درست آهسته آهسته به دست بیاید و به یک نتیجه مطلوب برسه و او وقتشان و توانمندی هایشان در این راستا ضایع نشه. با احترام، خوبی و خوشی همه شما را آرزو میکنم.